ассалому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. дар наздики як ду видеоро дидум, сахт қарм кард. нигоҳ мекунем ментаи Русия беодобона дағалнока дар омада бачакҳоя лату кӯб мекунанд, як муомили ҳайвонӣ доранд бар сари мардум. ва дигар видеое ки дидум, дар ҷисми муҳоҷирини кори мо як аппарате монданд ки агар каме дам гирӣ зуд сигнал метиҳад. биё аввал тамошо кунем беҳтараш. Mana lisetomi mana itu omaysaz mana mayja mana imon gesh. In aparat bari vay. Kor nakune magar kompyuter bu signal mörüt. Постоянный korka desodan dar kor. Şakar. Na istoda. Mana ayrı değil mana. Önce giret önce. Ayrı sen o reksa. Okudu kalksa. Ya. Mana manbayam hasamin çiz mana. Mana. Noyan belki geçti ona. Ham tu sodemni yazdan kompüter bir titit kadar iston. Didit mukunat. Manbayam aparatçı hami sal isodemi tırrrr mukunat. Xudo manbayam. Ha. Xuddi xara xalaka istagi barin tırrrr mukunat billah. ای مردم، آیا شما سخن سهراب عادلان رو گوش نمیکنین؟ سخن جالبی گفتن. اگر جای کار شما اجازه ندهد که شما نمازتان خوانین، پس به این کار نکنین. دین خداوند بالاتر میسد از کار شما، نه آن که کار شما بالا میسد از دین خداوند. شما پیشکی با صاحب کار گپ زنین، گویین که ما مسلمان هستیم، ما باید نمازمان رو خوانیم. اگر اجازه داد پس کار کنین، اگر اجازه نداد از پس کار دیگر شوین. وقتی که یک کس به خاطر خداوند کارش میپردازد، خداوند بهترش به او نصیب میکند. دوستان و هموطنان، همه شما رو میفهمم که این سیاستی که برده ایستادن جوانان این ملت را سرخم کارگر برده رساند. جوانان با سواد، با عزت هیچ فایده نیست به این سیاست. میخوان که شما همین سرخم باشید و در زیر دست کار کرده گردین. ولیکن دوستان شما راضی نباشین به این. درست است بعضی مجبور کار میکنن، ان شاءالله وقتش میبیاد شما سر بالا میکنین، ولیکن راضی نشوین. زمین خداوند وسیع هست. من نمیدونم به اروپا، به انگلیا از پس کار دیگر شوین اگر کارتون نامناسب باشد. مهم و خلاصه این است که در حالت پستی سرخم نکنین. دلیل میبرم به این، وقتی که مسلمانان در جنگ احد شکست خوردند و عمه محمد صلی الله علیه و سلم حمزه کشته شد، خیلی غمگین شدند، رو افتاده شدند. در همین حالت جبرئیل از نزد الله نازل شده چی گفت؟ گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم سر بالا کنین، رو افتاده نشوین، شما مؤمن هستین، آنها کافر هستند. حتی در وقت هم شکست هم اجازه نداد که شما رو افتاده شوین. با خداوند خوش نامد این حالت شما. خداوند اجازه نداد که مسلمانان در ذلت باشند، راه افتاده باشند. و مثال دیگر این است که در وقت عمر ابن الخطاب مسلمانان صاحب زمین بسیاری شدند، با کشت و کار مشغول شدند. این خبر به خلیفه رفته رسید. او چیکار کرد؟ عمر ابن الخطاب یک شخص را فرستاد و گفت وقتی که حاصل که رسید زمین آنها را علاب زن و گو به آنها. برای امت محمد صلی الله علیه و سلم کشت و کار کردن این عیب است، این ننگ است که شما کشت و کار کنید. گفتند این کشت و کار زمین را با امت پیشین سپارید، یعنی با یهود و نصارا سپارید گفتند و با عزت دست زنید. گفتند نگاه کنید بر ذلت نه الله راضی هست، نه پیامبرش، نه صحابگان. ای مردم بیدار شوین، جای خود را دانین. کجا شد تاجداری شما؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. ولیکن دوستان خبر خوشی هم هست. محمد صلی الله علیه و سلم راه حل را به ما نشان دادند. معنای حدیث این است، گفتند وقتی که شما از دو میگاه میقپین، از پس کاری دنیا میشوین و راضی میشین به این کارتان، یعنی در اینجا مهم است راضی بودن، زیرا که بعضی جوانان ما کار میکنند ولی که مجبورند، ولیکن آنها به این ذلت راضی نیستند. ان شاء الله وقتش میبیاد آنها خودشان رو نشان میدهند. اینجا مهم است که از پس کار دنیا میشین و راضی میشین به این، پس خداوند ذلت رو بر سر شما میفرستد. چطوری که میبینیم این لط و کوب و این حالتی که هست.
این حالت دوام میده تا همون وقتی که شما بر دینتون برنگردید گفتن. یعنی شما در ذلت و کوب و ذلت میمونید تا همون وقتی که به عزت دست نزنید. وقتی که به عزت که دست زدین گفتن پس سربلندی شما عزت شما برمیگردد گفتن. انا این راهی حل برادرها. برای همین دوستان و هموطنان خود در تاجیکستان باشین، خود در روسیه باشین، وقتی که به شما اجازه ندادن که شما نمازتون رو خوانید، روزتون رو دارین، این کار برای شما حرام است. تمام رزق عمر آدم عزت به دست خداوند هست، پس چنگ زنید، فرار کنید به سوی خداوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.